سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان که ما رو میبینید. طبق معمول اینجا سرک رکورد است. من مصطفی پولیس و آمدیم با یک اختلاط دیگر و تا شما سابسکرایب و لایک و کامنت جریان ویدیو میمانید ما کار براتون هندل کنم و نگفتن نمونه که یک مهمان ویژه داریم. بریم بیایم. فلاش چه تو بارا ولی دو شوق نگیره که لبت جوش کنم همه دوست دارن شب معروف کار صد تا لاشیر تنو کدی دوش و اما مهمان ویژه ما امید جان البک خوش آمدید بسیار در این برنامه. اگه سلامی از خدای بچه‌ها. سلام خدمت خودت و بچه‌های تو خونه. گلای نمونه. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. همین تو خودت هم امیدوارم که در بهترین حالاتت باشی، گرچه شاید با حقیقت مثلا متفاوت باشه یه حرفم. بگذاریم حالا. بسیار خوشحالم که تو در سر از چوکی اختلاط میبینم و یک سری سوال از طرف بچه‌ها، یک سری سوال از طرف ما. امیدوارم که خود آماده باشی. دیگه بریم ببینیم با امید خدا. یک چیز ببینیم بیاییم. جبر امثال ما جای ماندن نیست، میرم و تنم را به آغوش موج مسپرم، نگاه آدم ها سرد دل بی نوا گرم، امید گشنه ها بلعیدن و من صبر میخورم. امید البک عزیز، اول از بچه ها شروع کنم یا اول از خودم شروع کنم؟ سوالای خودم کدامش حق انتخاب داری؟ بلافاصله میریم چون داغ است. هم بچه ها سوال زیاد دارن. یکی در میون بپرس. یکی در میخواد اذیت کنیم آره باش. نه اول از همه که جز از سوالای خود برنامه است که برای کل بچه ها مثلا یک بایوگرافی کامل از سن سال از کلا همه چیز خود دیگه از کجا افغانستان هستی؟ من متولد 73 ولایت هرات. بله. و ای که کلا دیگه حالا این هراتی بودن صرفا به خاطر تولد میگم. نه آقا هیچ بحثی نیست اصلا. بحث چرا دو طرف میشه؟ داداش هیچ گپی نیست. ما تو کندیوالم تمام شد رفت. آره من داخل هرات متولد شدم و بعد خیلی مهاجر شدیم، دوباره آمدیم این طرف و دوباره رفت و آمدیم دیگه کلا. بسیار عالی. و متولد چه سالی بودی؟ ما خودم یادم رفت. من متولد 73. 73 الان 30 سالته آره؟ آره دیگه داخل 30 دارم میرم. چند سال از عمرت پای رپ مثلا دادی برای همین تخمینی بدون انگشت شماری؟ حدوداً الان دیگه 12 سال باید شده باشه از اولین ترکی که ریلیز کردم. از اون زمان خب پیکو فایل بود، تو یادتونه دیگه. ما دیگه این رقمی داریم اسم او دورانه میگذاریم زمان پیکو فایل. از زمان پیکو فایل بودیم دیگه. ولی خب در 12 سال از دنیایی که داشتی رپ گرفته زیتره. و چیزی که من اطلاع دارم تا جایی که من اطلاع دارم در آمدی نیست، در برو زیاد داره. ولی یعنی همون درست یا نیست؟ دقیقاً همیره. و واقعا بچه‌هایی که ایسو مثلا در این سبک در این سیاق کار میکنن، نه که من خودم مثلا خودم مرا دیوار بگیر رای مرا، همین بچه‌هایی که کار میکنن در اینجا حتما این واقعا براشون رخ داده که احساس کردن عمر خود در پوچی گذراندن، احساس کردن عمر خود مثلا در جایی گذراندن حیف کردن که نباید حیف میکردن. و این همش از نظر و لطف شما بینندگان و شنوندگان رپ است. بگذاریم بریم. بحث اولی بود که آمدیم دقیقاً بعد خوش آمدی که کردیم همین حرف بود. یعنی دومین سوالی که ما برای طراحی کرده بودم این بود که چند سالت رپ گرفته و جوابش هم مفصل گرفتیم. بریم سر سوال بچه‌ها. از کجای هراتی؟ اولین سوال که زد شده. من اگر اصالتاً بگم بچه ولسوالی انجیلیم ما. و اینکه آمدیم شهر رو دیگه داخل شهر بودیم سمت ناحیه 3. اینجوری شد که اومدیم تهران. دیگه نگاه کردم تهرانو. بابا دومین سوالی که ازت پرسیده شده خودت بخوان، یعنی دومین سوال است. خودت بخوان دوستاش جواب بده، دوستاش نده. خب میتونم جواب بدم. دلت دیگه میتونی سوالم یعنی بخوانی چون من خودم خوش ندارم همچین سوال رو بخوام. پرسیده در مورد از لحاظ شخصیتی، نه از لحاظ ندیدی؟ از لحاظ رپی نظرت چیه در مورد؟ حالا ببین اصلا نیازم نیمه اسم نفر بیارم خب، ولی به نظر من این قبلا هم گفتم یک رپر، یک آرتیست بیشتر از چیزی که میخونه
کریری که برای مردم ارائه میده مهمه. یعنی تو اگر یک آدم چیپی باشی که استعداد داری، تو صرفا یک کسی که میتونی بخونی ولی یک آرتیست نی. خب و من از لحاظ شخصیتی حالا بنابر شناختی که خب با بچه ها دارم خیلی از آرتیست ها رو از نزدیک دیدم دیگه. این قضیه فقط برای من مهمه. امیدوارم جواب تونسته باشم برای تو بدم. و شخصیت باحالی نداره و خودتو مطمئنم سوال خود میفهمیدم. میفهمیم من تا آلبوم تمام نمیشه دوست ندارم که داستان. آره من یه چند وقت قبل یک لایف گذاشته بودم، آمدم در مورد یک قضیه صحبت کردم. خب یک سری آمده بودن پیام میدادن داریم که تو داری آلبوم نشر میکنی دنبال حاشیه. خب رفیق من 2 سال دارم زحمت میکشم، یعنی به خدا انرژی که روی همون 2 تا لایف گذاشته بودم روی پروموت کارا میگذاشتم خیلی بیشتر شاید نتیجه میگرفتیم. آره کلا دنبال حاشیه و به خاطر همین هم تا آلبوم تموم میشه دوست ندارم اصلا داخل حاشیه و گپ پاوشم. نظر دوست دارم بدون دردسر. یعنی خط زرد حاشیه دنبال نباشه. در این سالات چند تا ترک از خودت ریلیز کردی؟ از سوال خودم هست. حقیقتا اصلا نشمردم ولی فکر میکنم شاید بالای مثلا 30-40 تا اینا شده دیگه. خیلی از ترکام اصلا اینکه پیکو فایلی هم گم شده. از خودم زیاد کارم پیکو فایل کارام ندارم ولی بوده. خب ما زمانی که هرات بودیم اون زمان حداقل ماه 1 دونه کار حداقل با بچه‌ها نشر میکردیم. بیشتر خب گروهی بودیم، گروهی کار میکردیم و خیلی از کارا ندارم و دوستم ندارم. اصلا یک بخشی از زندگی رپیمه بود که دوست دارم بمونه، اصلا رو نمیکنم. میفهمی چی میگم؟ دلیل داره دیگه. حالا اختیاراتی از اینجا شروع کردم که دوست دارم از اینجا شروع داستانم باشه. اختیاراتی که اینجا داری را از اینجا باید مفهمید که من در اختیار خودت موندم که اول سوالای شنونده رو بپرسم یا از خودت گفتی یک درمیان ما برخلاف همه روالی که همه جا هست اول یک سری سوالات میپرسم بعد یک سری سوالات در بخش دوم ما چیزی که خودت گفتی رو گفتم اوکی از همون یک درمیان میپرسم ازت. یعنی خودت اختیار داری. این برنامه نمیفهم ولی خب بالاخره نه کلی میگم من میگم تو اختیار دست خودت از بابا هر چی که بگی هر رقمی که ریتم برنامه رو بگی اون میخوام پیش نه تو هر کس سرچاکی میشنه باید راحتی رو داشته باشه قدم وگرنه که کلا یک برنامه خشک و برنامه مثلا داخل چارچوب میشه داخل چارچوبات که رپ کلا از چارچوبات خارج است. موفق ترین ترک تسدید خودت؟ موفق که خب این نمیتونم. نه خود کل فعالیت خود یک بالاخره یک ترک تست از چه لحاظی؟ از هر لحاظ، از لحاظ مثلا از لحاظ اینکه خود تو یک انرژی خاصی ازش گرفتی و واقعا اون انرژی وجود داشته از طرف مخاطب عشقی که تو رسیده و تو واقعا فهمیده که یکی هست که گوش میکنه کارات از تای دل و از عمق مثلا احساس خود گوش میکنه، اشعارت گوش میکنه. مثلا کدام شعرت هست کدام کارت هست گرچه اشعار است کلا مثلا روالش قویه کلا پایش قویه. قربانت برار. ببین من از لحاظ اگر بگم بهترین کاری که تا دوران خوبی بودم و خوشم آمد یعنی راضی بودم از اون کار ترک افغانی بود چون یک خیلی ترک افغانی بود واقعا و اینکه راضی بودم از حرفایی که زدم و 100% خودم بودم چیزی که نوشتم. خب میفهمید بعضی موقع آرتیستا حالا بلجبار یا هر چیزی که هست خود نمیان. یعنی طرف مثلا اگر بگه من چه میفهمم از اینجا به تیر که اون قابر زدم قطعا اون کار نکرده. حالا شاید یک تشبیه باشه یک داستان باشه ولی اون ترک خیلی واقعی و خیلی ریل بود. بریم سراغ 2 تا سوال از خودم بود که پرسیدم. بریم سراغ سوالای شنوندگان میگم از لحاظ رپ از لحاظ موزیکی وگرنه شما ما رو میبینید حال داریم. کارت با موسیقی کیمه؟ کارمو مصطفی دیگه نمیفهم کی ولاگه قراره نشر کنی ولی خب امشب مصطفی از من پرسید گفت ترک چی شد نشر نکردیم. ما همین امشب قرار بود نشر کنیم دیگه. آفرین. ولی دیگه همین روزای دیگه فردا پس خیلی منتظر باشیم گوش بزن کار ما و کار البک قدیمه یعنی فیت با ما در آلبوم البک آلبوم ادون بود نه که از نظر از ما خیلی یک آلبوم مثلا دلگرم کننده برای یک آرتیست مثلا خودم یا مثلا آرتیست مثل ساحر یا کسایی کلا در بخش از جامعه مثلا هستن و حضور دارن و فعالیت میکنن و واقعا دمتم گرم داداش. نظرت درباره اینای تو کلا بخش سرک نگی باز نه اوکی
ببین در مورد بچه‌های سرک بابا ما میشناختیم، یعنی ما بچه‌های هرات از زمانی که کار میکردیم داخل هرات بودیم خب میشیدیم کارا بچه‌ها، چون یه سری کانالات تلگرام بود رد و بدل میشد کارا و از همون زمان خب کارا بچه‌ها رو دنبال میکردم. ساحر همون زمان با شما بود. آفرین. بعد اینایت هم بچه با استعداد، خیلی هم پسر خوب و باحالیه، با هم دیگه صحبت کردیم دیگه، پسر با استعدادیه، خیلی کاری و درسته. تایید میکنم همه ایگا پایشه راجب اینایت. آره دیگه انشالله که بهتره کنه. فدایتشون داداش. و این سوال بود که از بچه ها بود که خواهید بجز از سوالای تکراری بریم سراغ سوالای خودم. با چه انگیزه در این مسیر قدم گذاشتی؟ اولیش انگیزه ای نبوده. من اولین بار یک دونه آهنگ بود، ببین مثل قصه های الکینیه که همه میگن رو طرف میگه من اولین بار فلان آهنگو شنیدم، خیلی ها میفهم خب یک داستانی، ولی برای من واقعا همین رقم بود. واقعا یک آهنگی بود از یاس، هنوز یاد منه، وقت رفت سخت هستم رسیده وقت رفتن کلمش. وقتی او آهنگ یک چند روز گوش دادم و اینا پشت هم دیگه گوش میدادم با اون میخوندم، بعدا دیدم واقعا چقدر خوبه، تو میتونی بخونی. مثلا با خود خواننده اول شروع کردم و بعدا این رقمی شد که آمدم و هنوزم یاد منه، فقط میگفتم یک دونه آهنگ ضبط میکنم و تمام، همون شد. همون یادانه شد رفت و پاچه دیگه تالی دیگه الانم هیچ انگیزه، واقعا انگیزه خاصی نیه. حالا نمیگم یک ذره امیدوار هستیم دیگه، میگیم بذار به امید خدا رپ دری جریان بگیره و یک ذره هم سرگرمی بشه برای ما، همین که خب بتونیم از این را یه به قولی زندگی خور بسازیم. بحث مالی نیه ها، به نظر من خیلی باحاله تو یک مسیری انتخاب کردی و از اون مسیر دوباره سمت تو بیای و بتونی کل تایم خود رو از اون بگذاری. من الان مطمئنا کاری که دارم بیرون انجام میدم اگر یک رقمی باشه که بتونم کل انرژی خود بگذارم روی رپ، 100% هم برای خودم کمک بسیار بزرگی میشم، هم برای جریان رپ دری. و خب دیگه همینه دیگه کلا. بسیار گپای یعنی تایید میزنیم، من نمیتونم سرشان فی بگیرم و هیچ گپی هم برگفتن ندارم و واقعا شیرت که هستی بابا. اگر رپ وجود نداشت الان چه کاره بودی؟ سر چه کاری بودی یا مشغول چه کار بودی از دید خودت؟ کلا کارهایی که با کامپیوتر و اینا سر و کار داره دوست دارم. شاید مثلا چه میفهم، شاید یوتیوبر بودم، شاید یک کاری میکردم که کلا راحت تر باشه. آدم راحت طلبیم. دوست دارم مثلا کارهای، چون هراتم بودم قبل این قضیه هم گیم نت داشتم و به خاطر علاقه به کامپیوتر که به کامپیوتر و این داستانا داشتم کلا داخل این قضیه بودم و ولی دوست داشتم یک شغل دیگه داشته باشم. حالا شغل که نمیشه گفت، یک آرت دیگه، یک هنر دیگه، فوتبالیست بودن، یک ابیلیتی دیگه داشته باشه. آره فوتبالیست بودن خیلی دوست داشتم. فوتبال عشق خدای، ولی ما هیچ وقت فوتبالم خوب نبوده. آفرین. من دقیقاً فقط فهمیدم این کارا نیستم، ان شاء الله نشد، موضوع ننداختم خدا. لقب البک چی معنی میدهد و چرا انتخاب کردی؟ این دقیقاً از اون سوالایی بود که حدس می‌زدم بپرسم. آمادگی داره یعنی راجع به سوال. ما یک رفیقا بود یه جای کار می‌کردیم با هم دیگه، کار موزیک و اینا بود، میگفت چرا البک؟ چرا؟ یعنی واقعا حرکت فیلیه؟ چرا البک؟ اسب نه؟ چرا معنی؟ این اسم اصلا معنی نداره حقیقتا. حرکت اسب البک دیگه. کدوم حرکت؟ اسب شطرنج. با میگن البک. خب حرکت اسب البکی که میزنی. آره. ببین من زمانی که دنبال اسم بودم یاد منه مثلا با بچه‌ها شیشته بودیم. ما فکر کردم رقم اسب باری می‌خوای بری داداش. نه شمک. ببین این رقمی بود که ما با بچه‌های گروه شیشته بودیم، یعنی اولین آهنگمون بود، اولین آهنگ ضبط کرده بودیم، هنوز اسم برای خود انتخاب نکردیم. خب بچه‌ها گفتن اسم انتخاب کن. ما همین رقمی خب ببین واقعا این یک فکتیه که در مورد همه بچه‌ها ست میکنه. اولی که ما اسم انتخاب کنن میگه خب اسم باید خفن باشه فلان باشه. ما اون زمان همین رقمی بود، چند تا اسم بود پشت سر اسلش یاد منه، همین رقمی میگفتم اسلش فلان یا گفتم البک بنوشتم چند تا اسم، اصلا هم به معنی رو فکر نمیکردم، فقط میگم هجای و کلمه صدایی رو داشتم فکر میکردم. و بچه‌ها گفتن این خوبه، اصلا این وجود نداره دیگه، شما نشیدیم اسم باحال. و خب موند روم، حتی یکی دو بار به خاطر فریکایی که رو از این اسم داشتم عوض کردم،
خواستم مثلا اسم خود عوض کنم ولی دیدم نمیشه دیگه، همین ما رو با همین اسم شناختن بذار به هر چی هست، هر چی پیش آید خوش آید. الان شدیم البرگ. و یکی راجع به لقب ما هیچ نظر ندارم چون هیچ وقت فکر نکردم درش نمیفهمم. و یکی از نام فامیلی من بد نیست زیاد ولی خب مصطفی در رپ نمیاد. ببین من اصلا کلا کاری ندارم، اسم مهم نیه واقعا. من به بچه‌ها میگم تو فرض کن اگر همین الان اولین آهنگ تو بود مثلا بره تو میگفتن اسم خود بگذار مثلا تتلو. خب تتلو الان حالا یکی از اسماییه که خیلی مطمئنم هر کسی بشنوه میشناسه، یک شخصیتی میاد داخل ذهن. همین الان قبول میکردی اسم خود بگذاری تتلو؟ اگر هیچ خب او اسم رو گذاشت و با همون اسم اومد بالا، نمیگم اسم بدیه ولی شاید یک چیزی باشه که اصلا هیچ معنی نداره. خب معنیشی در خودش در فامیلش مثلا ربط داره. دقیقاً. حتی خیلی‌ها اسم اینا هیچ معنی نداره. خیلی از آرتیست‌ها طرف میگه شاید با تل خیلی حال می‌کنه. تتلو. اوکی. شاید تلایی می‌زدن. شوخی اونم بچه‌ها خدای خودم با بچه‌ها تتلیتی‌ها نریزن. نه بابا ما خودم امیر تتلو با موزیکاش زندگیمون داشت، با موزیکای خوبش. نه از 10 تا موزیکش ما 3 تا موزیکش میپسندم و 7 تا موزیکش واقعا نمیپسندم. وقتی نمیپسندم هیت نمونم مراد. گفتم من راجع به لقب نظر ندارم از خاطر که میگه تو نامت هر چقدر سخت باشه، هر چقدر که در رپ نخوره، کارت وقتی قوی باشه نامت حفظ میشه. آفرین دقیقاً. ما خود نام مصطفی میری اومدم نه که مثلا الان گوز برنج بزنم الان لاف بزنم، نه چیزی که در واقع هست مثلا به بازگاهی منم فقط با من نام. چرا؟ چون لقب ما خودمون گذاشته بودم، نه ما نذاشته بودم. حقیقت در استودیو بودیم قدم مرتضی در یک از زنده‌ها همچین لقب رو مثلا یک لقبی به سر از ما پیشنهاد کرد و در موزیک هم گفتم موزیکی که ما فیت از ما مرتضی در داد سالها پیش دوره خدا بیامرز اینا دوره تلگرام، اینا تلگرام اولایش بود تازه و تلگرام اصلا تلگرام نه بلوتوث بود زمان. ما چه کس شعری دارم میگم با خدا بلوتوث بود، فقط با بلوتوث جا میکردیم. تو دیگه از ما قدیمی تری، تو اگه قبل از دوران بلوتوث اصلا اینترنت نه بداش بلوتوث مادون قرمز بود بعد بلوتوث هم بود. ماها دیر شروع کردیم دیگه. تو مثلا خیلی بچه‌ها بودین تو نمیفهم. حالا ما آرتیستا بین خود نسل بندی که خود ما تقریبا میفهمیم این رقمیه که مثلا ما خودمون با ساحر تا از ما قدیمی تر هم هست. قبل از ما ساحر هم قدیمی تر ولی خب زمانی که مثلا ما نسل 2 میشدیم، شما دیگه بعد بشین نسل 1. درست؟ مثلا دوران مرتضی تندر و شاهد ما حالا شاهد و شاجر رو اینا رو میشناختیم. شاهد و شاجر اینا بعد ما خودم اولین رپی که از رپ افغانستان گوش کردم و عشق کردم قدش همین چیز بوده، مهاجر افغان از مرتضی تندر از اف شادو زد دیگه و این هنزفری کا 750 بود تازه آماده بود با هدفونای بسیار خری داشت. این هدفونا رو که می‌زدیم نیسان دفعش بوق می‌زد، ما دو بار نیسان دفعش زدیم تکونیم چسبنده بود موتور ما قد نیسان. میگه چرا نموری بتره، چرا این طرف نموری که ما رد شم و بوبخش ما هنزفری در آوردم. چی گفتی؟ اصلا یک جور نگاه کرد پشمام ریخت، تازه فهمیدم چی شده. و اینکه اون زمان گوش می‌کردم واقعا لذت می‌بردم، واقعا عشق می‌کردم و شاهد و شاجر نه وقتی مثلا در رپ دیدم و گوش کردم کارشون دمشون گرم، خیلی فعالیت درستی داشتن واقعا در برهه زمانش کار نداریم. اما وقتی گوش میکردم اون زمان فکرم ما و مرتضی تندر یک کار داده بودیم با هم دیگه و اون زمان مثلا ما گوش کردم بعدش نه که مثلا حتما وقتی ما تاریخی ما گوش می‌کنیم قبول نه تاریخی تو گوش می‌کنی ما نمیدونم مثلا او کارش مال کی نشده. اون زمان گفتم که و بعدش ما کار وحید نسیم اینا رو مثلا کم کم شنیدم، کار بچه‌ها رو شنیدم و کم کم خود اون زمان مثلا کلا یک نوع شخصیته ما مثلا میگفت که آقا این لقبی که دیگه یادم کارا گذاشته اون لقب اصلا به درد نمیخوره که تو بخوای، نه خودم نداشته بودم بچه‌ها اون لقب اصلا به درد نمیخوره که بخوای دوباره هندل کنی بعد چند سال بعدی که میخوای برگردی. ما بعد از کار همکاری با مرتضی تندر یک مدت گذاشتم کنار، کلا دیس کار کشیدم چون اصلا کار قوی نبود، اصلا
رضایت بخش نبود بریم. من موزیکای شماها ما بچه‌ها هرات، حالا این گپ برام بذارم، خواهش میکنم قبلی که حالا شاید اصلا نباشه داخل سوالایی که میپرسی، کلا نمیشه با سوال پرسید، باید بگم بچه‌های هرات متاسفانه یک زمانی بود خب خیلی با اینکه قوی کار میکردن همگی، هم داخل هرات هم کابل هم بچه‌هایی که ایران بودن، ولی یک بین اینا یک شکافی بود. دلیلی این بود که همگی یک گارد نسبت به هم دیگه داشتن و من خودم خیلی دوست داشتم بیام، یعنی یکی از دلایلی هم که با بچه‌ها دارم همکاری میکنم، طرف دری زیاد دوست دارم همکاری داشته باشم همینه که آقا این شکافا از بین بره. والا ما کاراش ما رو میشنیدیم، یک کانالی بود که راه رپ بود، یکی دو تا دیگه بود، مثلا همون زمان من کارا شما رو شنیده بودم، چی بود، یک آلبومی بود نشر شده بود از همگی شماها بود داخل و بعد گریت داینامیک. آره فکر کنم آره همون بود که یک ترک دیشتی چی میگفتی، چی بود داخل اخلاقای خوب بدل کدوم، هر گپی که گفتم عمل کدوم، اور گوش میده. یک ترکی بود فکر کنم برای وحید نسیمینا که میگفت سرسنگ رقم پیپر الف همچین چیزی میخوام، کارس بود سرسنگم رقم پیپری الف جتیات فلانی همچین چیزی. خب آواز مالا مثلا قد سرجاش نیه که بخوام یاد بیارم، ولی خب قبلی یادم میاد اکسپورت دوره. یک سری اکسپورت ها از ما بود کلا یک جوری بود که اولین اکسپورت آلبوم سیال بود، آلبوم خدای حاشیه بود، چون آلبوم جو نه زو قبلتر یک آلبوم داشت خلاص نام آلبوم یادم نمیاد. اون آلبوم بود. اکسپورت دو دا گریت داینامیک بود متاسفانه. اکسپورت سه دا آلبوم از ما بود، آلبوم 96 بود. اکسپورت 4 دا آلبوم جناب بود از ما بود بازم. اکسپورت 5 هم دا آلبوم رگال بود بازم از ما بود. اکسپورت 4 همونه که ساحر میگه یا از ما بکس ملموس. آره دقیقاً اونه. و ارقمی بود که اکسپورت دو آمد. اون زمان نفرها که الان در دنبال ازیه که ما بک بدیم دیشان، اون زمان یک از افتخاراتشانی بود که مصطفی میری در آلبومشان هسته. و بگذاریم از این بحث بریم سراغ سوالا که خیلی دور شدیم سوالا. نه یکی دیگه از سوالای بچه‌ها که پرسیدن ازت یکی آیا شما مایل به فیت هست یا خیر؟ نامشم خیر بس بدن میگم برات. خب فیت 100% اگر آرتیستی باشه که مورد تایید خودمون باشه و بتونم با صلاحیت کلا داشته باشه برای همکاری دیگه، برای هنجارهای شخصیتی کاریرت برای 100%. چرا که نه، دارم همکاری دارم با بچه‌ها دیگه، قفله باز شده دیگه کار میکنیم با هم. از دید شما یک رپر آرتیست چه ویژگی هایی باید داشته باشه؟ استعداد که حرف اول میزنه دیگه، باید قطعا استعداد داشته باشه بدون شک. ولی میگم باز همون گپ قبلی، باید ببین اگر واضح بره تو بگم، یک آرتیست باید دایره شأن داشته باشه. یعنی چی؟ یعنی مثلا من یک دایره شأن دارم، این کارو میکنم، این قفل برام بازه، این کار ولی این کار دیگر نمیکنم، این کار نمیکنم. آفرین. و تو یک کریری داری که برای خود یه سری رد فلگ داری. همین اصلا هم منظورم اینیه، حالا بد برداشت نکنن. مثلا یکی میتونه آدم سر سنگینی باشه، یک آدمی باشه که یکی مثل ما میتونه باشه، یکی میتونه یک ذره شوختر باشه. ما خیلی شوخم داشت یک ذره میگم. خب باید خود خوب باشه. خب هر چیزی که هست اون چیزی باشه که روحیانه همون بده بیرون، نه اینکه بخوای نقش یکی دیگر بازی. مسئله‌تون پیش آمد اینجا، این سوال خارج بین مریض آمده، گفتم ما را بندازیم بریم. از دید تو من خودم هستم یا نقش بازی میکنم؟ طور من همیشه یک مدل دیدم، حتی این جمعمون مدلی. فدایت، خلاص رفت. بریم سراغ سوال بعدی. در این مارکت بیدر و پیکر چه چیزهای رو مخته و در اولین فرصت میخوای از شرشون خلاص کنی خودتو؟ بزرگترین چیزی که رو مخمنه مهم نبودن این جریان بره مردمه. من خیلی حسودی میشه. ببین شاید این کلمه اصلا درست نیه، حسودی خودی و کلمه اشتباهیه به کار میبرم، ولی عین حقیقته. رپ فارسی که حالا نزدیکیم به هم، بذاری رقمی مقایسه کنم، وقتی رپ فارسی رو میبینم فارسی هم مدادش جریانه، حالا ما هم رپ فارسی آره. با لهجه رپ فارسی ایرانی، این کلیشه نشه چیز، رپ فارسی ایرانی خب درست نشه این قضیه. این هم یک بحث خیلی طولانی داره. میتونیم راجع بهش صحبت کنیم، میشه واسه برای موزیک میتونیم صحبت کنیم.
آره ولی ببین به نظر من رو مخترین کار همینه که تو کار میکنی و این جریانه مثل یه چیزیه که رو هوا هر کسی یک طرف داره میره، یعنی یک جریان واحدی وجود نداره که مثل رپ فارسی نگاه کن طرف مریض میشه مثلا همگی در جریان یا هستن همدیگر میشناسن حتی داخل بیف از ما جریان قرار میره ولی خود شاید در هفتم سوم چلومش برسه. آره دقیقاً یک جوی وجود داره، یک چیزی که همه از او آگاهن مطلعن، طرف دیس میده میفهمن برای فلانی. با اینکه من خودم برام پیش اومده ما اصلا به خدا قسم ترک نوشتم برای طرف فکرم نکردم نوشتن دیس فلانی. خب اینا همه به خاطر همین قضیه رسمی نبودن و به تخمم بودن این جریانه آجی به نظر من. یعنی کلا کسی در جریانی و نیه، فقط منتظرن ترک بیه، فقط منتظرن یه چیزی بشنن. یعنی با خدا که ما کار پخش کرده بودم در کامنت خودم زو کار نوشته کرده بودن که کار جدید پخش میکنی. آفرین این قضیه. یا مثلا کامنت آقا ما کار نشر میکنیم، میای کامنت میدی بسیار عالی، خیلی خوب بود، به امید موفقیت های بیشتر. خب رفیق بیا نظر بده که من بفهم تو همین کار نوشتی. به خدا ما از انتقاد ناراحت نمیشیم، هیچ آرتیستی از انتقاد به خدا کامنت های همین رپ فارسی که متوجه میشیم، رپ فارسی ایرانی را که متوجه میشیم همین کامنت های رو میخونیم کلا جریانی کامنت ها، یعنی در جریان گفته میشه. آره دقیقاً در کلمه شعر متن گفته میشه و گپایی که دیالوگ حساب میشه در روی زو کامنت صفحه کامنت. هیت هم زیاد میشه مثلا میکنن، نظر انتقاد هم زیاد میکنن. حالا جنبه آرتیستاش هم خوب بالا مثلا میزان در اندازش جنبه مخاطبایشان هم از ما مثلا میاین بدون هیچ گونه دلیلی خوار، مادر، زن، فرزند، پدر، مادر هیچ چی نمیذاره برید بدون هیچ کدام دلیلی. ما چی بترید تو مثلا فروختیم که تو مثلا همچین آخه جواب چی مرد حسابی این کار برای چیه؟ پیسه خب پس بگر و این زده میکنه، این آرتیست زده میکنه، وضعیت کل مارکت داغون میکنه و این چیزی نیست که تو هم ازش راضی باشی و تو این کار سر نارضایتی میکنی. خب دردت چیه؟ بگی شاید کنار اومدیم ها. تو اگر اصل رپ منظور تو در رپ آمده نظر بده ولا نظراتی که مثلا انتقاد کنندگی واقعیه اونا رو مثلا برای ما محترم، ولی خب یک سری تخلیه عقده آرتیست زده میکنه. مثلا الان امید البک از چی انتقاد میکنه؟ همون کارو نکنین. خب در کامنت هاشی اهمیت بتین یکم ترک داره که یک مخاطب خاصی داشته باشه. ترک دارم که در حال پخش هم هست. خب اگر یک مخاطب خاص قرار باشه داشته باشه این رقمی نبوده که یک دیسترک بنویسم یک مخاطب خاصی داشته باشه، ولی ترک لاو دارم، دیسلاو دارم. نه لاو تو گوش کدوم فکر کنم حتی قرار بود داخل آلبوم باشه ولی ترکر انداختیم بیرون از آلبوم و چون وایبی و کم هپی تر بود فرق میکرد و قرار بعد از آلبوم ریلیز بشه. فهمیدم کدام میگه. اوکی داداش اوکی. با رپ فارسی همکاری ندارید پرسیدن؟ رپ فارسی همکاری این رقمی هست که با آرتیستای با آهنگسازا همکاری کردم، با آهنگسازای خوب. رپر آرتیست بوده شده با هم حرف زدیم. مثلا یک آلبومی بود که مطرب داشت جمع میکرد و رز و اسلش اینا داخلی بودن، بچهای مستقل بودن ولی بنابر دلایل کنسل شد. حتی با هم حرف هم زدیم با خود مطرب، ولی دارم همکاری در آینده قطعا همکاری با بچهای بسیار همالی. یک سوال دیگه ازت پرسیدن بچه‌ها که ما خیلی برام جذاب است. سوال میگه که با خلسه چطور آشنا شدی و قرار فیت بدید؟ آیا با خلسه که خیلی جالبه برای من واو از این قضیه رو بدونم. ما اون زمانی که با زپ ریکارد کار میکردیم همون زمان خب با یک سری بچه‌هایی بودیم که یعنی یک گروهی بودیم که خب یک ذره داشتیم خوب کار میکردیم دیگه و نمیفهمم اصلا خیلی اتفاقی یک روز بعد از ظهر اینستاگرام و اینا حالا یکی از بچه‌ها زنگ زد اوکی کن نگاه کن برو چک کن ببین. رفتم نگاه کردم دیدم سپر خلسه فالو کرده و کامنت گذاشته و اینا. ببین قضیه خیلی مهمی نیه چون اتفاق مهمی نیفتاده و شاید هم نیفته اصلا. صرفا یک چجوری بگم یک شاید طرف کار خوشی آمده و رفته
فالو کرده بود. هنوز فالو داره؟ فالو داریم هم دیگه. آره حتی یک دونه ولاگ درست کرده بود تا جایی که مطلع. خب چرا نمیگی اینا رو؟ یک دونه ولاگ درست کرده بود با کریم. خب واضح بگم دیگه، یک دونه ولاگ با هم درست کرده بودن که انگار وایس وکال یک نفر اینا خراب شده بود و در مورد موزیکی بود برای تولد. در مورد شبای تهران؟ نه اسم موزیک چی بود؟ 26م هنوزم لش به رو کار زدم به کیر رپ دونه دونه شب و روزار. اون موزیک برای تولد خوب گذاشته بود، فری استایل عفیا بود و انگار ریاکشن رفته بود رو از او و کنسل شده بود و بعد دیگه اصلا کلا من سرم شلوغ بود نشد که با هم دیگه، ولی شاید باشه، نمیفهم اصلا چیزی پیش بینی نمیشه. یعنی تو رو از طریق کریم میشناسه یا کریم از طریق از تو؟ من اصلا خودم شخصا دنبال این چیزا نه ما میخوام ما دنبال چیزا ما میتونی جواب ندی، میتونی رد کنی. نفر خود همین آدم بود. من کافه بودم برام زنگ زد امید برو چک کن برو فلان کن. چی شده؟ برو اینستاگرام خود چک کن نگاه کن چی شده. رفتم نگاه کردم، خب دیدم سپر خلصه کامنت گذاشته بود. خیلی خوشحال شدم واقعا. خب اتفاق خوبی بود برای من که ببین کلا داره رپ دری اتفاق خوبی میتونه باشه. این قضیه‌ای که بچهای رپ فارسی سمت ما میان، همون رقم که فدایی با تو همکاری کرد. فکر کنم مثلا یک کامنتش اتفاق خوب بوده، همکارش چقدر اتفاق خوب تره باشه. آفرین 100%. خب اصلا مهم چرا این همه مثلا جبهه‌گیری شد؟ خیلی جبهه‌گیری که اصلا هیچ جبهه‌ای نبود. نه تو رو نبود، تو کلا تو رو نمیگم. این ملتی که جبهه‌گیری کردن و این حتی همین حسین جان بابش که در دیس خود این کار نه آر می‌دونست، ننگ می‌دونست و ما رو ننگ می‌دونست برای با همکاری که قدیش کم فدایی داشتم. نه رفیق برای چی بد باشه؟ خب امیر من حال خودمه مثلا سر کار میکنم، بچه‌ها فدایی گوش میکنن داخل کارگاه یا حالا هر جایی که هستیم، بچه‌هایی که فدایی رو میشناسن. خب این خیلی به نظر من باحاله و که میبینم یکی از رفیقان برداشت درست از عقل درست از آدم درست همچین چیزی میتونه باشه. چرا باید بد باشه؟ به نظر من طرف واقعا نگاه کنی همکاری‌های زیادی با بچه‌های رپ فارسی نداره و این وسط اومده با یک آرتیست رپ دری، شاید برای از اون حتی سپر خلصه با 5000 یورو میتونی بری همکاری کنی. قچی حالا چه سودی اصلا برای اون نفر داشته؟ مطمئناً به خاطر بازدید یا هر چیزی نبوده، چون اگر میخواست بازدید بگیره شاید میتونست از یک آرتیست رپ فارسی سرشناستر از در چه وقتی پخش شد، در چه زمانی بابا. یکی دیگه مثلا غیر از نمیگم من خیلی خواهد دارم نمیفهم فلان همچین لافه بزنم همچین گندگوزی کنم، کی نمیدونم آقا مستقیما معلومه کی میتونست بهتر از ما عمل کرده باشه و در ایران باشه و همچین کار کنه. خب دیگه حالا کاری ندارم، شاید هر کس بالاخره من نوکر کلی رپدری هستم، ولی من میگم که اگر این کار شده، اگر حمایت میبود، دلگرمی میبود پشت بندش، به خدا احتمال 10 تا همکار دیگه هم میبود. ولی اینقدر از آن همزبان ایرانی ما، فارسی زبان ایرانی ما که فقط هیت بوده، کلا مثلا کلا افغانی سر ساختمون رو ول کردی اومدی فلان اینا، بعد از طرف مردم خود ما میخوایم ما کیرن در این رپ داداش. ما زیر زمینی هستیم. مهم نیه مصطفی. حالا این قضیه فقط صرفا داریم حالا حرفی رو میزنیم چون حرفی رو پیش ما، ولی به نظر من آدما همینن دیگه. ببین جامعه کلا گرایش به ابتذال داره، گرایش به کسچر داره. ببخشید یه ذره باستر راحت باشه داشت اینجا چنل مصطفی میری. جامعه گرایش به ابتذال داره. همین حال داخل رپ دری تو نگاه کن چند درصد از مردم اصلا آرتیستای کار درست رو میشناسن. همگی دنبال یک وایبن که یا با او برقصن یا با ولی جمال مبارز هم میشناسن. ولی آفرین، حالا اصلا اسم شخص خاصی رو نمیبرم، ولی تو فکر کن واقعا چند درصد از مردم به محتوا اهمیت میدن؟ 0%. هیچی. محتوایی که دارم برای تو میگم، من خودم شخصا سیاسی وقتی دارم میخونم مطمئنا منی که دارم اون کارو می‌نویسم میتونم بیام یک ترک بگیر و گنگ یا حالا لاو یا هر چی بنویسم که خیلی برام بهتر باشه. وقتی 2 ساعت کار رسیده بفهم که ما سطح پایین مثل باد معده خالیمون برات میزنم. دقیقاً. خب من با خطری که مثلا برای من داره، خطری که برای من میسازه، با اون وجود رو به جون میخرم، میام میگم وظیفه خو میدونم. فکر میکنم من حداقل از این تریبون میتونم یک سری حقایق رو بگم که خیلی حتی شنیدن یا دوست ندارن، ولی من دارم میگم با جون خو بازی میکنم. من به خودم مادرم مصطفی خدا شاهده گریه هم کرده به خاطر همین قضیه.
مثلا فهمیده بود بچه‌ها بریم از یک سری پیام‌های تهدیدآمیزی بریم آماده بود، میگفت خب امید بری چی داری این کارو میکنی، نخون، ادامه نده، فلان کن. من ممکنه زیاد شده میدونم چی میگم جامعه دنبال این چیزا نیه. ما در یک از موزیکای خود موزیک تخت بود فکر کنم میگم که همیشه خدام در حال تغییر مکان، یعنی تو چرا میگه سیر تکامل خانواده کردن از ما رو بخوای ببینی، اینجیوم از شهر مثلا اینجیوم مثلا اونجیوم مثلا این طرف ما مثلا کلا یک محل مقرر نمیگیرم. چرا؟ چون امرخمیش هم ما در لایو کلا بچه‌ها من یعنی پشت خود اهمیت نمیدن، لوکیشن میگن فلان میگن، اصلا کلا برادرم تو اگه مثلا طرفدار رپیدری و آرتیستای رپیدری هستی باید ماهیت رپیدری و آرتیستای رپیدری را بین خود ما مثلا حفظ کنی، نه اینکه مثلا بیای دگاه سگ به تیکی چیشه. نه خب فردا فکر کن مثلا کلا ما نبودیم، مثلا مصطفی میری نباشه، امید البک نباشه، چی بالای سر مارکت میای؟ مثلا کی مثلا میتونه دیگه نمیگیم ما دو تا فقط چندین نفر داریم که مثلا ما خودم در همین موزیک چی بود گفتم موزیک آخرین موزیک که از ما پخش شد زیر آسمان شهر، محتوا رو برو سعی کو، بار محتوا رو برو سعی کو، ادبیات برو سعی کو، آرای ادبی رو برو سعی کو، سطح کار برو سعی کو، بعد ملت ویوش برو سعی کو. ما نمیگیم آقا ما دنبال ویو فقط مثلا باید باشه نوکی من بقول فدای نوکی من اصول دین از ما نمیتونه باشه. ما ده حقشون بعد نکردم که نمیگیم مثلا داداش ما الان وضعیتی که ما در رپ داریم اگه همین صد فعالیت همین میزان عمر که پای رپ فارسی میذاشتیم با خدا مثلا بدون اینکه کاری که شایع کرد یک عمر خود نشون نداد. بعدش هم وقتی که در یک نقطه رسیدیم مثل خدا داد عزیزی قیافه تمام چی مثلا چیز باشه بازم مورد جمع رپ فارسی در جمع مثلا کسایی که دو قش از او قش حساب میشه میره وقتی که کارت خوب باشه، وقتی که کارت به نفع اصلا نشون بدی. ولی ما گایده ما را ارق ملی اگر در دیس کردن مصطفی میری رو قبول داری یا کریمه بدون تعصب دوستش میتونی جواب ندی اصلا. من قطعا حال جوابی که مایم بودم خب هر حرفی که بزنم شاید میتونی جواب ندی ولی دیگه به نظر من جواب ندم بهتره. آفرین. اصلا جواب واضحه. چیزی که عیان کسی که من اصلا نمایم طرف یا طور بگیرم یا چیزی که حق است، ولی کلا کسی که کاریو باشه، کسی که موزیک رو بشناسه بفهمه خودیو میفهمه، نیازی به جواب دادن من نداره. شاید اصلا از نظر من اون فرق قوی باشه، شاید تو قوی باشی، ولی نظر منه. یک دو تا سوال از بچه‌ها من دایر بپرسیم بعدش بریم سراغ سوالای خودم دیگه. نظرت است؟ اسامی بدترین رپرهای رپ دری که خیلی کلیشه‌ای و خیلی مثلا سوال درست نیست در نظر از ما. دایی برای از زمان دایی و برنامه دایی لحظه. نظرت است؟ بخوایم چند نفر نام ببریم بعد بگی نه اوکی نیوم با این قضیه کلا یه بالاخره طرف داره زحمت میکشه دیگه هر چی هست. و آخرین سوال از بچه‌ای که ازت پرسیدن میپرسم میگه یک نصیحت کو. اصلا خود در حدی نمیبینم که بخوام نصیحت کنم، چون واقعا هنوز خودم کسیم که رو به پختگیم و دارم یاد میگیرم. ولی کلا برای بچه‌هایی که دوست دارن سمت رپ بیاین باید از خیلی چیزا بگذریم، از خیلی چیزا باید بگذریم، حتی قید خیلی از روابط رو باید بزنی، روابط با آدما، اونایی که دوست داری. و این که احتمال داره همشون عزیز بدی. آره من سر همین آلبوم دوم کلا یکی از روابط شاید بهترین رابطه ها زندگیمه، بهترین خیلی یار بودن و خیلی بهترین آدم ها زندگی خورد، حتی تا همین آلبوم آخری از دست دادم که یکی از اونها، یکی از مهمترین روابط من همین آخری ها تمام شد به خاطر همین آلبوم هم بود، چون نمیتونستم واقعا رسیدگی کنم و خب من این مسیر رو انتخاب کردم، کاری نمیتونم بکنم. کسی که من دوست داشته باشه با تمام شرایطی که دارم کنار میمونه اگر من دوست داشته باشه. یک سوال دیگه هم بچه‌ها پرسیده بودن که با این حرف جواب از سوال خودم گرفتن ما نمیپرسیم. خط قرمزای خودت از رپ و خصوصا بیف چی هستن در رپ و بیف؟ خط قرمز برای بیف یکی این که وقتی تو داری بامه، هر کس حالا بامه داره بیف میکنه، به نظر من تو باید طرز دید و نگاه اون نفر بیشتر بیای، اصلا میتونی حالا به چالش بکشی. آره به چالش بکشی،
نه این که تو بیای فحش. آفرین. من اصلا فحشم، ببین فحشم از خود حساب کتابی داره. یعنی تو یک جایی میتونی یک فحشی بدی که خیلی باحال و فان و خفن باشه، نه این که تو از روی عقده فحشی که از روی عقده باشه قشنگ فهمیده میشه. ببین مثلا طرف چیزی برای گفتن نداره دیگه، تو کمبود خودخور داری نشون میدی با فحش دادن، چیزی نداری بگی، میای فحش میدی، میای چه میفهمم عقده ها خودخور میریزی بیرون و این قضیه بده. من بیف هنوزم با کسایی هست داخل بیفم از بچهای هرات و خب با اینکه اونا ختم شدن، یعنی خیلی وقت کار نکردن، من همچنان به خاطر چی؟ به خاطر اینکه او آدم برای من مهم بوده، به خاطر اینکه محترمانه بین همه سری گفتگوهای رد و بدل میشده بین ما، بین موزیکا، که او قضیه هنوز ادامه داره و خیلی هم برای من او بیف با ارزشه. نه اینکه طرف بیای فوش بده، من برام فوش خب که چی؟ من درست لهجه خیلی دوست دارم. قربون خدا. من الان خیلی قاطی شدم با لهجه فارسی و خب این دست خودمانیه واقعا، یعنی خدایی مهمم نیه برای من اصلا. همین رقم الان دارم حرف بزنم همیشه میتونم داخل خونه. ولی من دوست دارم چه کنم دیگه، دردم هست دیگه. خب اگه بخوای یک آرتیست از رپ داری حذف کنی، میتونی از خودی ما رو بگی اصلا، میتونی هر کسی دیگه. یه چیزی نیست که با گفتنش مثلا هیت بگیری یا بخوام حذف کنم. دوستیش تو حذف کنم، یعنی شاید اصلا در توان من نبوده ولی خب دوستیش تو نه. این سوالی که از تو در برنامه اختصاصی پرسیدش داد، یعنی الهمی تصور کن که توانش داره و میتونه کی رو مثلا حذف کنه. خود میتونم حذف کنم. خودزنی کرد کسی رو نزنه. من اتفاقا همین امشبم به این قضیه فکر میکردم، با هم صحبت هم کردیم در مورد یکی از کثیف‌ترین لاشیبازی که سر در آوردن او شخص یا اشخاص چه کسی با یا کسانی هست؟ لاشیبازی تای مسیر زیاده، تو خودت مطمئن؟ نه مثلا یکیش میتونی نام ببری، دوستش میتونی نام نبری، ولی ما باشم مستقیما میگم یکی از بدترین چیزهایی که بوده با کسایی که کار کردم، طرف فاز بزرگ بودن گرفته داخل یک گروه. ما گروهیم با هم داریم کار میکنیم، طرف حتی پیش خود خواهم شده فکر میکرده مثلا از ماها مثلا سرتره. آره سرتره فلانه. حتی ما شده طرف فرمی میگفت خب بری چی موزیک ویدیو خور نفرستادیم و ببینم چک کنم. گفتم تو موزیک ویدیو خور میفرستی بریم اگه من چک کنم ببینم؟ نه حاجی من نمیفرستم. گفتم حاجی منم نمیفرستم. مگه چیه؟ چرا باید من برای تو بفرستم و تو چک کنی؟ تو کی که مثلا موزیک من چک کنی؟ اون وقت من هیچ سهمی تا کارهای تو نداشته باشم. این قضیه خیلی بد بود، حس بدی همیشه داشتم نسبت به گروه. و اگه همون آدم از در آینده کمک بخواه بازم کمکش میکنی؟ آره داداش، من اصلا کلا این رقمی نگاه نمیکنم کمک از دستم بر بیایه 100%. تو لب خیابونم میری یک نفر میبینی محتاجه مثلا کمک از تو مایه از دست تو برمیایه کمک میکنی. 100%. تشکر از جواب خانه کننده و خوبه. تو خرافاتی هستی؟ خرافات نه اصلا. بودم من درس‌های خونده بودم قبلا، یعنی اون رقمی بزرگ شدم. خیلی عجیبه این خود یک دونه ولاگه که یک روزی شاید خودم بیام یک ولاگ بگذارم. من از یک جای یعنی دقیقاً از نقطه تضاد اینجی که حال هستم شروع کردم به حال اینجی یعنی خیلی از عقاید از ذهن خریختم بیرون. هنوزم آدم عقیدتی هستم، یعنی حالا بالاخره هر کسی یه سری عقیده ها داره. عقیده با صحبتش جداه و یک سری سنت ها و مثلا اعمالی که در قومیت ها واجبی دارن و اولویت دارن. مثلا یک سری سنت های خوب داریم، یک سری سنت های واقعا بد داریم که اگر که تو به شخص دوست نداری از تو به بعد او سنت انجام شنه و تغییر از تو شروع شنه. مثلا داری همچین چیزی در بین قوم یا بین مردم یا بین هر کسایی که قدش بود و باش کده؟ من خود میتونم مثال بزنم. دارم همین سنتی ای که بچه کلانت میموره زنش بر بچه خوردت میگیری، ما داداش ما امیر اصلا نه دوست دارم نه قبول دارم نه مثلا تایید کنم نمیپسندم نه آدمی که کار کنه قدش سلام علیک میکنم. من خودم شخصا یکی از تابوهایی که خودم حتی شکستم تا خانواده خودخواه به نظر من این قضیه‌ای که زن ناموس میبینن و زن
یک چیزی یه چیزی قابل مالکیت میبینن مثلا این قضیه اصلا با اوکی مثلا این ناموس مثلا این ناموس از ما کس طرف چپ کنه ما کل نفر برام یعنی چی داداش مثلا این تو مگه این اشیا باشه حق داره ولی آدم که نمیتونه تو صاحب باشه که این تابو قبول به دارم. نظر من یکی از چیزاییه که حس مالکیت بودن مالکیت داشتن نسبت به زن نشون میده. یعنی چی؟ خب او هم انسانه، او هم مثل من حق تصمیم گیری داره، حق غیر داره، جوری که دوست داره زندگی کنه. شاید اصلا اگر در مورد روابط مثلا حرف بزنیم، در مورد مثلا میگم مادر، پدر، مادر یا هر کس هر جوری که دوست داره زندگی میکنه، خوب و بدی ای بین وجود نداره. خب از نسل قبل ما نمیتونست. مناسبه. شاید تو با یک رفیقی داری حالا حال نمی‌کنی با او، با لایف استایلی و میتونی مناسب هم دیگه نین راه خور از او جدا کنی، ولی نمیتونی. حالا او زنی هم که مثلا آزادی طلبه، چه میفهمم، مثلا دوست داره مستقل باشه، میتونن خیلی ها با اونا رابطه نداشته باشن، چه میفهمم، راه خور جدا کنن. اصلا کس کار نداره که با من رابطه داره یا نداره. او آدم ما، یعنی مصطفی فامیلی که اصلا ما را جامعه نخواه بپسنده، ما جامعه در یک طرف ممنوعه. ما را بپسندن، ما مثلا غم خورش ما صدای جامعه ما و میپسندن که ما هستیم. مثال همون عرضه و تقاضای درسته. ملت چی میخواد؟ ملت مثلا خواستش چیه؟ این احترام گذاشتن در خواسته ملت یا در خواسته یک شخص، این خودش یک بزرگیه که در وجود در کس نیست. مثلا ما در خواسته تو احترام بذاریم، ببینیم تو چی میخوای، نه اینکه مثلا ما تو بگی او امیدل بگه دیگه بابا ولکو هرچی ما گفتم انجام بده. و این ما از این چیز واقعا شاکیم از جامعه و تفکراتش و همینطور کودک چیز میگه کودک همین دخترایی که مثلا زیر 9 سال 8 سال تو شنیدم ازدواج میکنن مثلا دشوی میدن. میان کلام تو ما یکی از فامیلا ما دختر خودخور، فامیلای دور بود، حالا دختر خودخور به دهات زندگی میکردن، دختر خودخور فروخته بود و یعنی فروخته بود که ما پیشکش میگیم به او، پول گرفته بود و پول او دختر گوسفند خریده بود. خب دختر خیلی مثلا دختری که حتی شاید پسر ندیده بود. این اتفاقات زیاد میفته، حتی دختر رو عوض میکنن با گاو، با گوسفند. خب اینا ما ریدم در زندگی بدترین ها. حالا تو بیا برگرد مثلا به حتی زندگی های یک ذره مدرن تر، هنوز داخل شهری قضیه وجود داره. داداش ما ریدم داخل شهر. داخل شهر دخترها میاین با یک پول هنگفت، یک پول زیادی میگیرن. حالا شاید باورتون نشه، ما به خودم چند سنه دیدم، یعنی نفری که همین اتفاق برش افتاد دیدم ولی هیچ غلطی نمیتونستم کنم برش. پای پیش میکردم، شویش میگفت تو چی کاره، پدرش میگفت تو چی کاره. ما دیدم همین سنه رو دیدم، در پیش چی اتفاق افتاده و ما پاره از اتفاقا. حالا بدترین یور برای تو بگم، این مورد در خودمه، یعنی واقعا با چشما خود دیدم. طرف دختری که خوشگل‌تر بود با پول بیشتر مثلا پیشکش میگرفت، دختری که یک ذره حالا مونده بود مثلا شاید زیاد خواستگار ندیشور ارزونتر. اصلا میبینی ماهیت از این قضیه رو نگاه کن، ماهیت از این قضیه رو ببین چقدر بده. آجا بخید اصلا به هم ریختم، ولش ما اصلا اشتباه ترین سوالی که طرح کردم، مثلا اشتباه ترین سوالی که بیان کردم. نه اوکیه، به نظرم باید گفته بشه. ماها مطمئنا اکثر مخاطبا ما بچه‌های نسل جدیدن، باید اینا رو بفهمن، این چیزا رو باید بفهمن. صرفا گپ من طولانی میشه. اشکال نداره. اینه که تو آقا مثلا تویی که متأهلی، منظور من اینه که تو دیگه ول کن، رها کن، هر جوری بود درسته. برای خود یک سری محدودیت‌های داخل زندگی خود داری که برای خود شخصتونه، ولی تو نمیتونی واقعا. خب اونم چیزایی که دیست آدم بند میکنه که نه چیزایی که دیست آدم بند میکنه، آدم نمیتونه در حریم یکی مثلا بدون نسبت یا بدون رابطه ورود کنه و دخالت کنه و علمی چیزای پرده هایی که علمی اجتماع گذاشته بین مردم ها و این اعمال اشتباه و نادرست یکی چیزش کردن، بولدش کردن، آوردنش بالا و میپسندن. اکثرا آدمای قدیمی میپسندن این حرکتا را. یکی زن حتما باید بزنی که حرف شنوی داشته باشه، بچه حتما باید بزنی که حرف شنوی داشته باشه. نمیفهم همه کاری که با یک حیوان چهارپای میکنن با زن و فرزندم میکردن، با افتخار هم میگفتن آره ما زن خودم مثلا فلان کار زدیم. بابا ریدم در سبیلایی که تو چرمونی تا میدی قضیه زدن زنت. بگذاریم از این بخش که ما نمیتونم مثلا خود کنترل کنم و از دستم در موره. آدم قانعی هستی؟ نه ای کاش میبودم. نه
دیگه این خودتو میفهمی، خودتو هم آدم فکر میکنم تا حدودی کمالگرایی از رفتار تو معلومه. خب آدمی که همیشه بهترینا رو دوست داری. من میرقمیم واقعا. لطف داداش. دیگه بهترینا رو دوست داری. من نباید یه سری جا قانع باشی. قناعت چیزیه که آدم قدش خر میکنم. آفرین. آره. در رپ چیزی تو رو قانع میکنه؟ هیچ چیزی بیشتر از حمایت واقعی مردم قانع نمیکنه. شاید بودا معمری که حتی زیاد داخل مارکت نبودم، پول آمده دستمه از سمتایی بوده، حالا آمده پول، شرایط خوب برای ما آمده، ولی موقتی و گذرا بوده و شاید همون لحظه خوش بودم، همون زمان یا اوکی بودم. ولی بیشترین چیزی که قانع میکنه حمایت مردمه، یعنی یک دلگرمیه، چیزی که با پول نمیتونی مثلا جمع کنیش. آفرین. واقعا طرف بفهمم گوش داده موزیک من و خوشی آمده، ارتباط برقرار کرده، این خیلی خوبه. هیتر داری؟ هیتر که همه دارن. هیتری که خدا هم هیتر داره. هر استوری میذاری بعد ریزوری کنه بگه فلان 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 شده. نه یا مثلا کار میکنی میذاری بعد کامنت کنه فلان فلان شده فلان. من شکر خدا تا یک دورانی بود، یک زمانی مثلا یک محدود زمانی بود که داخل یک داستانی شدیم و خب شاید هم مثلا خود او آرتیست بوده، این سری پیام‌های دریافت می‌کردم، پیام‌های فوش فلان، ولی کلا اگه در کلی براتو بگم آدمی نیم که واقعا دنبال این داستان کسی هیت نمیکنه زیاد. خیلی جالب، خیلی عالی داداش. چه مبلغ پولی برات پیشنهاد شوه حاضری از رپ کردن دست بکشی و کلا طرفای رپ پیدایت نشه، در هیچ شعبه رپ فعالیت نکنی دیگه؟ فکر نمی کنم اصلا این شدنی باشه. خب ولی بعضی موقع واقعا شاید به خاطر شرایطی که دیدم حتی گذشتم از رپ به خاطر پول، حتی همین که یک مدت داخل رپ نبودم خب به خاطر ای بوده که شرایط اقتصادی اوکی نبوده، رفتم کار کردم، مجبور بودم. ولی قطعا نمیشه، اصلا نمیشه، خودت هم میفهمی. یعنی خونه موشه از توی رک خالی کنی بذاری کنار مثلا؟ من اولین آهنگ وقتی خوندم گفتم همینه، تمام دیگه نمیخونم، فقط یک دونه میخونم که ببینم چه جوری است، چی رقمی است صدامه، ولی دیگه اصلا نتونستم ول کنم. در بخش پایانی سوالا نزدیک میشیم که آخری سوال یک سوال چالش برانگیز و جذابی است که نتایجش در شب‌های بعد اعلام میشه و فهمیده میشه و اینکه تا حالا درخواست همکاری پولی داشته؟ پول بده دهید بابت همکاری؟ بوده. قبول کرده؟ کار طرف شنیدم، کاری خوب بود، آرتیست قوی بود، ولی مثلا من یک مبلغی گفتم که شاید میگم شاید مبلغ من اون زمان الان یادم داره یا شاید بهانه‌ای بوده برای که کار نکنم، ولی بوده، واقعا بوده. مثلا برای طرف یک مبلغی گفتم من همین مبلغ را از تو میگیرم و دوست دارم که کارا رو خودم انجام بدم، دوست دارم خودم کارا رو بکنم، این مبلغ را از تو میگیرم. بسیار قابل احترام است نظرت و نظر من اینه که وقتی پول حق فیت میگیرم، من حق فیت رو میگیرم که کار در چنل از ما نیه دیگه، کار در چنل از او آدم، یعنی مال از او آدم کار درسته. ما پول دادم که ما حضور داشته باشیم، یعنی ده هیچ چیزی کارش کار ندارم، ما یک ورس دیش تحویل میدیم و پول خودم میگیرم و هر جای پخش میکنه هر کار میکنه، درسته؟ برای من این رقمی نبود. در نظر نه، ما گفتم که نظرت قابل احترام است، ولی در نظر من همچین چیزی رو من خودم طبق همچین قوانین کار میکنم. ما مال یک تخت چوب بیاید، چوب بامبو تو خالی بیاید، ما پول بده، پولی حق فیتم بده، برو توش فوت کنه پشت میکروفون بخید دما چی رپ داره، ما اصلا ادامه ورسز ما بهش بذاره و هر جای هم کار پخشن بیشتر او آدم سرشکسته میشه تا اینکه ما مثلا 100%. ولی خب من همون زمانم ایرانی بود که میگفتم من خودم دوست دارم کارهای پیش ببرم، خودم باشم رو سر پا. ولی خب دوستان رسیدیم در آخرین سوال و سوال جذابی که از نظر خودم جذاب و چالشی است که یک سری نام باید بر ما بگویی. تیم ملی رپ دری ترکیبش از نظر خودت یادداشت میشه با ترکیبای بقیه مثلا چیز میشه، قیاس میشه و نتیجه گیری میشه؟ خب غلام بنویس. خب چه پستی دروازه‌بان کی میذاره تو اول بگی؟ دروازه‌بان باید قوی باشه. خب دروازه‌بان ما میخوایم وایس تو از دروازه میدوی طرف
دروازه رو ول می‌کنی. بعد فقط نه تو دروازه رو خوش نداشته میتونی اصلا ما رو نذاری کلا در کل رابطه و ضابطه هیچ تاثیر نمیخوام روی نظرات بذارم. تو هم میگذارم تحت ترکیب. حالا بذار دروازه‌بان فکر میکنم حاطفه بذاریم. خب دفاع حریوار بذار دفاع سمت راست. خب راست داداش 11 نفر به تکمیل شدن دیگه. واقعا؟ آره چی فکر کردی تو؟ گفتم که اصل جریان در آخر کاره. میتونی دفاع رو عوض کنی. شاهد و شاجره بذاری برای دفاع. بازم لازم داریم داداش. خب اوکی. من شاهد و شاجر به خاطر اینکه سیاست کاری اینا رو دوست دارم بگذارم اونجی داخل دفاع. خب حالا دفاع راست توی وسط مثلا اینجا این طرفش هم شاجره. بعد این طرف دفاع چپت میمونه. 3 نفر شدن. 3 نفر شدن. 3 دفاع بازی کنی؟ حریوارم بذار. خب این 3 نفر شدن. خب اینا برای دفاع بودن. خب بعدیو چی میشه؟ خب دفاع هنوز 1 نفر لازم داریم گفتم. 1 نفر دیگه؟ 4-3-3 بازی کنیم. خرابات. بعدش میریم در هافبک. 3 نفر هافبک اینا تو باید انتخاب کنی. میتونم فکر کنم. فکر کن راحت باش. 2000 years later. باحاله خیلی خوبه و خیلی هم نیاز به فکر داره. من حالا آرتیستا خب میفهمی زیاد در مورد آرتیستا این رقمی نبوده. مثلا شاید 2 نفر بوده تا ذهنمه که کار اینا به نظر من باحال بوده و گوش دادم کارهای اینا رو. فرضه دارم بنویس داخل هافبک. و متاسفانه بگم خوشبختانه بگم بچه‌هایی که دوست دارم کارهای اینا رو یک زمانی گوش میدادم خب معمولا بچه‌ها هرات هم بودن. ولی بذار حمله قشنگ میچینیم باحال یه ترکیب متفاوته. خب دو میگفتی فرزد در هافبک شنیدی کارایو؟ نامش شنیدم چند دفعه. باحال کارایو. قسمت شما گوش کنیم. خب دیگه فرید ایوبی خیلی کاری خوبه. خب یکی دیگه در هافبک زمیرم بذار. اون که نیست داداش کلا. زمیر واقعا کلا نیست. از اون که پیشنهاد دید بدیم ما نقیب. اوه پسر اصلا یادم نبود به خدا. نقیب بذار. چند روز قبلم با او صحبت میکردم. خیلی پسر باحالیه. انجی. خب این هم هافبکایشی. نقیب. بریم در حمله. الان بگی خط حمله که باشه 3 نفر خط حمله تو برای حمله فکر میکنم جون مناسبی. خب ساحر بنویس. ساحرم برای حمله جونتر. خب و خودم هم قطعا دوست دارم داخل از این تیم باشم واجی. واقعا دوست دارم باشم. ای بگم نه ایدایست تیم قوی چی دیا انشالله که بریم جام جهانی. خب در پایان از ویدیو رسیدیم و نتایج واهی میگه چرا چیز میگه دما همزوکو. در پایان ویدیو رسیدیم و تشکر میکنیم از امید البک که تشریف آوردن حضور داشتن در این ویدیو و تشکر میکنیم از بینندگان که ما رو در این لحظه از ویدیو داشتن و میدیدن و دنبال میکردن و منتظر نظرات سازنده، انتقادات سازنده و کامنت های محترمانتون هستیم. دوکاری نکنین. در کل همه‌تون دوست دارم و برای شماست که زحمت میکشیم. بازم در پایمزی میز و پوشمزی دوربین میایم میشینیم قدیم امید البک بحث میکنیم راجع به جامعه و مردم و درد و کپایش و یکی آرتیستایتون دریابین. ما خودم مثلا دخاک بچه‌ای که لیاقتشان اثر دریابین و حمایت کنین. کم کم خود ما باشیم. کم کم مثلا از این حالت آویزونی در بیاییم. مارکت های جهانی رو میبینیم مثلا برای مارکت ناچیز رپیداری اشک میریزیم. فقط مواظبت کنید. دوستان دارم و منتظر بخش‌های بعدی اختلاط باشید. تشکر میکنم بازم از اینکه آمدید. امید جان در پایان اگه حرفی داری خوی یا مثلا کدام ختم کلامی داری؟ حرف دیگه ای ندارم دیگه. فقط بچه‌ها واقعا نگذارین. حیفه میفهمی حیفه این جریان. ما به خدا
مصطفی میفهمه چی رقمی، یعنی مصطفی میگم به خاطر اینکه یکی از کسایی که بوده، یعنی ما تایی سنگر با هم دیگه حالا یک سری ها کارنا آمدن بالا، بالاخره کارنا بیشتر دیده شده، یک سری هم در حق اینا کم لطفی شده یا اصلا به خاطر خود اینا بوده، ولی نگه دارین این جریانه. مطمئن باش از می آرتیست 100% توی شنونده بیشتر تاثیرگذاری برای پیشرفت و پیشبرد رپ داری. آرتیست شما میسازین، آرتیستا رو شما میسازین، اصلا کار برای شما ارائه میشه. حمایت کنین. حمایتی که دارم میگم، شما تنها کار کدوم آرتیست از شما پول خواسته؟ حالا اگرم برای فروش گذاشتن صرفا به خاطر فرهنگ سازی بوده و الا مطمئنم مصطفی شاید کار گذاشته برای فروش و اون چیزی که باید حمایت نشده از لحاظ مالی، ولی حمایتی که شما میتونین بکنیم، بیاین آقا داخل سایت ها اینا، داخل یوتیوب ایور اوور بیاین کامنت بذارین، حمایت کنین، انرژی بدین. حاجی ما آلبوم جناب پرفروشترین آلبوم کل رپ تاریخ کل رپ داری بوده، اینو دیگه آلبوم اصلا قابل فروش نبود اگه بخوای رقیبش باشه. نایس. آمدم فرهنگ سازی کنم خیر سرم، هیچ کس از پشت ما آمدن خیره روزم تر میشه. ولی خب آرتیستاتون رو بازم حمایت کنید. تشکر از کلتان. قربان شما، وقت شما بخیر. خدا نگهدار. غیرات سر ما یا نام رپ میره بالا تو چی گو میخوری نابغه جای مده پول و پیسه و لابی و رانت نمیتونه بخره نتو با رابطه